کل بدعت ضلاله. در چی؟ در امور دینی. متوجه این نقطه باشین. امور دینی چی است؟ عقیده هست. امور دینی چی است؟ عبادت است. امور دینی چی است؟ اخلاقیات است. اگر یک کس میخیزه میگه والا صاحب من براتون یک عقیده نو میسازم در بین دین، پس معلوم میشه اینجا مشکل چی است. چرا این بدعت ها گمراهی هست؟ این بدعت ها چرا گمراهی است؟ به خاطر از اینکه چوکات دین تکمیل شده. الیوم اکملت لکم دینکم. متوجه هستین؟ اینجا نگفته که ساینس تان تکمیل شده، اینجا نگفته تکنولوژی تان تکمیل شده. مسائل ساینس، تکنولوژی، مسائل ریاضی، کیمیا، فیزیک، بیولوژی، جغرافی، علوم که از مربوط به انسان هاست. پس انسان روز به روز ایره تحقیق میکنه و ایره پیشرفته شده میره. در اینجا دین ممانعت نداره. اما آیت قرآن گفته الیوم اکملت لکم چی؟ دینکم. که کلمه دین است. بعضی کسا رو باز ببینی برشان بگی که او برادر این بدعت غلط است، من خیلی لاسپیکر است کو. آن لاسپیکر ده دین است. لاسپیکر یک وسیله است صدا را بلند میکنه. این حال چیست؟ وی خیلی تو که در پانتون درس میخوانی این چطور است؟ این بدعت نیست؟ او برادر حال درس خواندن در پانتون که است ساختن صنف خب مربوط به دین نمیشه، مربوط به ساینس و تکنولوژی میشه. روز به روز وسایل چیز میده. این خود تعلق نداره. در احکام دین گفته. پس اینجا چی میگه که از این خاطر بدعت در دین به خاطر از این خراب است که چون دین تکمیل است. در زمان رسول الله اکرم صلی الله علیه و سلم دعاها تکمیل شد، عقاید تکمیل شد، عبادت ها تکمیل شد. پس تو دعای نمیره از کجا وقتی که میری در بین دین داخل میکنی اینو میره چی میگن؟ بدعت و نوآوری میگن در مسائل دینی.